بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای گل، امید منم جور باشین، انشالله خوش باشین، خوش زندگی تیر کنین، انشالله که شاد و آباد زندگی داشته باشین. خوش آمدید میگی شما را در چینل مصنف ثانی اور پیش از پیش عید تمام شما مبارک. انشالله که عید شما بخیر تیر شنه، در خوشی انشالله. کت فیملی خوبی تیاری عید است دیگه. و زمیتر از عید یک 2 روز پیش بودک باز مومی آتشخانه خور صفاییش شروع کرده بودی. پیشین تایم بود 6 بجه، پیشین ما کار خور استارت کردی دیگه. ممی فرشای آتشخانه ششتی. ما بعد دسامبر کاری داری د عید ریزه کستا خانه خود دسامبر کرده دی. آتشخانه ممندت جوری جبال کردی از جایشی. السلام علیکم دوستان، چطوری امیدوارم که باشین، خوش باشین. السلام علیکم دوستان، خوش باشین، جو باشین. چیز کارنین فاخر؟ چیز کارنین؟ چیز دسامبر نین؟ چت دیگه آتشخانه را. نه آتشخانه خود چهار طرف شی سنگه دا بنزی بال کسته نایش تایید نکرده بودی، چون که اینجا قالین اشته بود، الماری اشته بود، از آتشخانه صفاییش نکرده دی. آلیواری آتشخانه یم ده خراب شدوه دیگه. مصنف آو بی؟ اونو بالتی زم ریزه خوب بایی. شو بس یک دفعه میشه جور شده. نه فاخر میگفت دسامبر خراب شده. نه این خراب نشده. اگر این خراب میشد تسیز نبود. زرد شده دمزو خاطر. بازم دیگه 2 ماه بیچاره کمرار که دسامبر کردی توی لانج بازیم اضافهش منده داشته دی. بازیم نیش کسه کم منده ایش را آتشخانه رو کنه. این دسامبرم تیار شده. کم زره دیگه هم دکار شد تو نه؟ ختم دیگه این آخری آید. باقی ټماټر جوسرونه اینجی بیگ مویا سبکاری نفاخ مثلا فریج صاف مونه برشره کام کردی؟ ختم شده. اوه میدانی؟ تمام شیط لبه جوستن بسپایله بایده. خب ما اینجا دسامبر استارت کنم. خب اینجا ما دیگه می پیشین فرشای ششتی بازمی آتشخانه رو شاو شروع کرده بودی. شاو تیمایی 8 بجه ما کردی فاخر مصنف امیتر اینال کسان جاگای تا تیچ دام میلا شده چاچی پورا کمپلیت شده کارشی. بازیم دیسمیس ما دیگه خوب پورا از دسامبرم که شد دیگه. بازی اینج فریج را توخ کردی تبالی برف داشته. 1 بجه شاو بوده که تیم ناران مونیست از کارم آده بود. بس کم گوش نشدم فاخر گنار کان آنده دادی. ما خودیم که چه ناران گنا تیمای 1 بجه شاو بود که نان خوردی. بلبلی پخته کردی نان خوردی. نان ما خورده شده. دسترخوان خود جمع کردی دیگه. ما باز دوباره آتشخانه مادم کالا مالای ما دیگه پای مای ما پور از دسامبر بود چت کم سخته دیگه. ما پورا کمرار کسی کدام می تو پور دسامبر نشدم که دزید چت دسامبر کدو زیاد چتل شد دیگه. خوب از اینجا کستا می فریج خوره مشی ریجم کلو میله شده بود. پوره هزیر سمنایش رو بدر کرده بودی. زمین گرفتی ششتی بز رفتم خوشتم دیگه نصف شاو شده بود. خب یعنی سرسویگاه هست
8 بجه صبح است. بس دیگه خواب بوده. من تا صبح که بال شدم گفتم بل باقی کار خود را جمع کنم. ماشاءالله موسم هم خوب صاف ستره. صبح که هوایش هم فرش. خوش آدم مایا. فاخیر قد مصنف التخاوة بیچاره گوشه و قد مکار کردد منده شدد. بس کری گرمیای دیگه هم پرپرتاوه. انجینر برای اسکول بال کدوم خود من اینجا ما آتش خانه چای دم کدوم. بس چای که دم کدوم دیگه اینا که اسکول رفت من ماشین اشتم کالا ششتم. آتش خانه را ششتی مطلب امی تا 11 بجه تا تایمی جیم را ما کس آتش خانه را ششتم صاف ستره کدوم. ماشین اشتدم کالا را کمشی ششتم. زیادتر ششته شد دیگه کمشی مندد. بس یمی سنگای آتش خانه را قف زدم. کم دیسمبر شده بود امنا را. خب امی دیسمبر کاری دیگه مطلب کم میلگی تشلی داره دیگه. بس از خاطر دیوالایش رم قف زدی. بینال آتش خانه صاف ستره شد. سنگایش ششتی. دیوالایش رم قف زدی صاف ستره کردی. فریج را جای ششتی. بس قافش رم ششتی او ماوش خوش کردی. اینالی تمامی شی جمع شده دیگه. بس امی کالا را که ماشین اشته بودم تقریبا تمام شی خلاص شده بود. کم او کش مندد. بس کلو منده شدم دیگه از دستی کار خود تا کدوم رفتم یک لحظه جیم. بس از جیم آمد یک دو ماشین او کش کردنی مندد امینایش را او کش کردم. اینایش خشک شده جمع کرده یک طرفش دیتر. دورده بلده بوسراخ 3 کیلو آردی ترمیده 1 کیلو آردی نان والا 6 دانه تخم گرفته 2 دانه ملایی گرفته 1 دانه شیر لایچی چیزای بادیان خب بورشی ام بورارم بگم زنچی خب بورم گرفته بورا دیگه مو مطابق ذائقهش اندازمونی اینجا مطلب کم زیاده مطابق ذائقه فاخر چیز کارنی منه نیچ کارنه تو چیز کارنی مشی اور مشی تو شده میتنی بل ما مشین تو نمیتنی میتنی خدا چه خوب کاریگر بچه‌این ماشاءالله بگین چای نازنین مورا چه خوب شراب مخورید خب بالی استارت کنی آرد را چوله را داخ کده روغن بلیش میلی بلی هزی یک ټوکر نان اندازنی تا که معلوم شنه روغن خوب سرخ شده یا نه مر یک ټوکر نان دید مصنف بینالی میلی یعنی که زرچت روغن سرخ شده اگر این انداز نکنی روغن در مخورمی خوبه که سرخ نه بز معلوم میشه یا اشتی برای زیسته جوش کنه روغن ارداری برویش کلو میله بود فاخیر موشی خوب صفانه میله بود صاف کجایش میله بود اینا نمی سیاهی خوب مهنت کو خواه آتشخانه مصفا شد فریج خوششتی زمینایشی ششتی دیوالایشی را تمام شیره دیگه آلیواری بوسراغه فیلال من جی یک نیم کیلو بوره گرفتم بزمور توغنی مطابق ذائقهش کی تست چطور مش نشرنگیشی لیزی یاوی گرم اندازنی که بوره خوب زود آوشونه نه اون دبی والا چلی کاشو یعنی نه کم زره چی شده یک دو قاشق خمیره بلیزی اندازمونی یکم جلدی خمیر شونه از خاطر که ما تنادیستی دیگه می زود پخته شونه شاو گیس مورتایی خمیر میشه تا جور مونی از گیس رفتو پیش باید از موشونه دیگه
بلیزیم لایچی که گرفته بودی او را خوب جوسر کده میده فول پاودر تیار کده. بادیان دندزنی ملایی دندزنی او برای میکس مونی. خب تیاری عید دیگه. عید که ما یادم چی دسر شوق چی دسر جذبه کستا تیاری میگره خوشی مناونا گفتنشی کالا جور کو خانه صفایی کو بسراغ جور کو از مو میتر عید ریزیموم زیاد خوب تیر شده. خب می آردی ترمیدشی از گیر از ما یکم زیاد شده بود. بس ما باید 1-2 کیلو آرد خمیر والا میگرفتم. 1 کیلو یا 2 کیلو مقصی آرد ترمیده میگرفتم. روغن خوب سرخ شده دیگه بلیش اندازونی به جوش. پوریش انداز نونی کم کم انداز نی که روغن چی زیاد نشونه. زیاد سرخه. دست در میده قاشق شده دیگه. سرخه در میده تبالی سرخه. روغن هم انداختی روغن چرا میکس کردی روغن که این آرد تو خوب که جمع شد. بس یزی فهمیدم شکی خوب روغن گرفتم است. خیلی زیاد نکنیم که روغن کش مایه مطلب روغن چه زیاد میشه خوبش نمایه. نه می خوب برابر است روغن چی. یه ماویسه یا بوره یا ملایی بادیان لایچی. سرخه در اول تخم دندز کنی ما تخمش بخی زیاد نرفت. زاینش نه دیسی جگار سانیفم که دیسی جگار یکم خمیر شونه. خب روغن چم برابر است یا جل جل نه. جی آرد ترک داشتی تیاری دیگه چشتر کنی فاخری تو خوب چم رستو شش صاف سوترا کرد. خب آرد ترک کدوم میشتم که خمیر شنه. بس گفتم تای خمیر میشه دیگ پخته کدوم برای چشت بندی پخته کدی. بس بندی پخته کدوم تو کدوم تایم تبالی کمگاه است تیمایی 1 بجه شدت 1 بجه کم تیر شدت. بس دیگ مو تیار شده بود رفتم پالر رفتم گفتم شاو اگه برم رش زیاد میشه امی سرچه شاید و قصرش نباشه. بازم رفتم رش بودک دیگه تا واریز ما 2:30 بجه شدک دیگه. خانه مادم بابی مصنف که نام آماده بود اینا را نان دادی.
نارانز ناره تمام نان دادی نه دکان رفته که همیش سرکار خو پس ما من شیش می بسراغ را تیار کردی دیگه. و بس دزی دوران دیگه گفتنش یک خبر برای زمو هماده گفتنش کم بیش دیقم شدی ازی خوندیولی اول داده بود که مطلب شما برای خود جای پیدا کن جواب داده از این چی مورد. از بعد دیگه دل میده شدم بسراغم دیگه خدا دیگه چطور مات نمات ایش نفهمیدی روزایی ده دیگه کم سخته و خانه پیدا کردم سخته همینجی خوب بودیم و زیاد خوب خانه شی آدمایش هم زیاد خوب آدمایه هر کس میشه ده خوشی بشه منش انشالله که گولی خوب دیگه ده نصیب مباز شونه هرچی که ده خیر انسان باشه دیگه آدم چیزی گفته نمیتونه فقط دعا کنه که هرچی که ده خیر مویه خدا هموره پیش کنه دیگه انشالله قد خیر و برکت چی. خب دیگه اینجی بسراغ این دفعه ما از این ریزه والا تیار کرده بودم گفتم یکم آسان است تایم نمیگیره پس یک نفر بودی دیگه یک نفری کم سخته زمزو خاطر بزی ریزه کردم یکم جلدی تیار میشد. خب بسراغ جور کردی دیگه مزهشی خوب شماده بود زیاد خوب مزدارم داد لیکن جور کدویش دیگه مطلب او قصد دلچسپی جور نکردی بس یکم از خاطر یولی که جواب داده بود یکم دیق شده بودی بس سوچم زو بودی دیگه او تر بسراغم نمات دیزاین هایشی دیگه زاره دیگه انشالله دوستا کی هزی ویدیوی هزمو خوش مو بایا ده کمنت لازمی بگین او کسایی که نو است سبسکرایب ضرور کنین لایک شیر کمنت زیاد شمونه را بس اینجا ما یک از ریزه والا کرد بس یک دو دیزاین دیگه هم جور کردی ایرم او تر برای یک دیزاین کی بگو که خوش مای جور کنه برای خود یک از دیزاین تو کردی یک از دیگه والا کردی خب اینا تمامیش کی کمپلیت شده بس روغن نشتی ایره سرخ کردی اور کمنت لازمی بگین دیگه لایک شیر کمنت از یاد شمونه را ددوای خو مورم یاد کنین بسراغم جور شده اینجا یک چند نازی دیزاین جور کردم بس دیگه تمام شیزی ریزه کردم ایشی فاخیر جور کرده برای خود ایشی مصنف جور کرده ما که دیگو کار خود پسانی مطلب نالی گو دیگ پایا گو میمان که مایا دیگه موشا بز مصنف قدی فاخیره ما از قصد قنجغی خوی نارا مصروف منوم مگو بینا تا که چمرس کنه ریزه هسته خوبه بس مصروف منوم از خاطر که برای خودون چی کار مایا انسان هسته که یک روز یک ناجوریه یک روز آدم خانه نیه مطلب ده خانه که باشه گشنه نمنه هم کوری خورا پور کنه دیه بس امزو خاطری نارا مصروف منوم که چمرستو شونن درست جانه گرس کس خانه نباشه اینا همی تا گشنه بومنه پیش آتیش بای خودون خورا درست جان در بیدیا امزو خاطری نارا قنجقیق مصروف منوم که نا چمرستو شونه بس فاخر ماشاءالله خوبه چمرستو هسته ده هر کار قنجقیز ما هلپ مونه امی دیروزم که ما امی فرشار ششتم شاوشی بلبلی رو مامو تر من پریشر کوکر انداخته بودم که تایم از پورا نشده بود تا گفتم تایم از پورا میشه بس خوب چمرستوم و ټماټر راشي جوسر که سرخ که دزی کارای خو ماشاءالله خوب چمرستو هسته دیگه بازمو مصروف شی خوب است از خاطر که زیاد تیوی میم سیل نه جنگم نه امینجی مصروف میشن قد از ما برای خودونچی هم خوب است مصروفیت برای خودونچی هم خوبه خصوصا همی دیگ پایا همی کار خانه را
یاد بگیره خوبه. کلان چه یک مسافرت شونه یکو مسافرت کنه دیگه کنه گوشنه نمنه کوره خوره پر کنه. دوستای گلی که من یک بلوگ گفتم در کامنت لازمی بگین ویدیوی ما چطور بودک. باز یک دفعه دیگر تشکر شما که ما را سپورت کنین. ضرورت سپورت شما داره. تشکر یک جهان دیگه. خیال خود زیاد بلین. انشالله که عید شما خوب تیر شونه. خوب خوشی تیر شونه. کت فامیلی شما دیگه خیال خود زیاد بلین. خدا حافظ.